نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم رمضان خوب را میگذرانید و در این ماه مبارک و این ماه گناهسوز و این ماهی که اجابتی دعاهای ما و شما در ساعات معینه برای ما مهیا هست، امیدواریم از دعاهای خیر و نیک خود ملت، مردم و همه آنانی که از ظلم و جبر این رژیم آزار دیده اند و میبینند دعا می نمایید که خداوند ما را از این ظلم ها نجات دهد. برنامه که امروز میخواهیم تقدیمتان نماییم، نامه مرا علیحده نشر کنید، شماره 35 است، زیر عنوان مسئله ساختمان بلند آشیانه ها در پایتخت تاجیکستان در 2-3 سال اخیر بیننده گرامی به حد دردی سرساز و پیچیده و چگیل شده است که برخی از آگاهان امور آن را تهدیدی جدی به امنیت و ثبات دوشنبه می حسابند. صدها نه، حالا هزارها نفر از مشتریان شرکت های دامسازی دچار فریب و نیرنگ دامسازها شدند. دامسازها سری وقت و در اساس قرارداد امضا شده ساختمان را به انجام نمی رسانند و مشتریان آنها از این حالت در عذاب علیم گرفتار شده‌اند. هزارها ساکن پایتخت را خانه هایشان را چپه کرده در جایش دام برداشته ایستادند، اما آنها را صاحبان خانه ها را در قد کوچه رها کردند. افزون بر این، برخی از دامسازها یک کوارتیر را با چند نفر سند کرده پول گرفتند. خلاصه مردم دوشنبه با یک دروغ و فریب بزرگ روبرو شدند و نمیدانند برای رهایی از وضع موجود پیشی کی بیروند، چون که در پس این همه آشفته بازار شهردار دوشنبه رستمی امام علی ایستاده است. بیننده عزیز گرامی، چنانه که شما آگاهی دارید، یکی از برادران ما و شما در شهر ولگگراد قرار دارد و گاها بعضی از نامه ها و بعضی از آن چیزی که در رسانه ها نشر می شوند آن را برای ما فرستاده و تحلیل خودشان را می کنند و می فرستند که ما و شما یک جا آن را می بینیم. و امروز هم این برادر از ولگگراد این نامه را، یعنی که مقاله را خوانده و خود مقاله را اول برای ما ارسال نموده است و در مورد آن نیز اظهاری نظر نموده است. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. بیش از 2 سال می شود که نامه های مرا که در اساس نوشته ها از سامانه های نشریه های چاپ دوشنبه تهیه و ارسال می شوند در برنامه نامه ها از ناحیه های اصلاح نت و اصلاح تیوی نشر و پخش می نماید. باری دیگر برای این دستگیری به شما عرضی سپاس می نمایم. سلامت باشید برادر گرامی. ما و شما همیشه هر چی که می توانیم انجام می دهیم. اما این بار میخواهم این نوشته را در برنامه نامه مرا علیحده نشر نمایید جای دهید، چون که این بار مسئله یک کم پیچیده تر است و نامه هم طولانی خواهد بود و در آن مشکل بسیار جدی ساکنان دوشنبه به بررسی گرفته می شود. متاسفانه نشریه های تاجیکستان مشکلات سیاسی یک سوی است، حتی مسئله های اجتماعی کشور را خیلی هم کم انعکاس می نمایند، وگرنه بیشتر برایتان انتخاب کرده می فرستادم. این بار هم یک مطلب را از سامانه هفته‌نامه سر انتخاب کردم، چی خیلی گفتم این بار این نوشته را برای برنامه نامه مرا علیحده نشر کنید رای کردم. امیدوارم که خواهشی مرا رد نکرده چاپ میکنید. قبل از این مطلب هم در چندین نامه علیحده ساکنان پایتخت این مسئله در برنامه نامه ها از ناحیه ها هم مطرح شده بود. منظور من مسئله دامسازی در پایتخت تاجیکستان است که چندین سال از خیلی هم رونق پیدا کرده است، اما این رونق نه آن رونقی است که ما و شما اظهار خوشحالی و خرسندی کرده بتوانیم. آبادی و آبادکاری های پایتخت که از آن زیاد لاف و گزاف میزنند و همین مسئله گره میخورد. گویا ساختمان این دام ها که 1001 معما و فریب و نیرنگ را به همراه دارد، سرسانی و سرگردانی
خون دل و خون جگر سازی ها را به بار آورده است. صدها نفر را مفلس و قرضدار و بی خانه و جا و مکان کرده است. مثال کاردانی و آبادکاری های رئیس شهر حسابیده می شوند. باید همه چیز را در جایش و به نامش گفت. مسئله دامسازی در پایتخت تاجیکستان بعد رئیس دوشنبه شدن رستم امامعلی به نهایت دردی سرساز شده است. این دامها از جمله دامهایی که بیگ صبور خدای امامعلی رحمانوف ساخت در یگان چهارچوبه و معیار دامسازی حتی در بیابان یا چول بیکران یا دشت پروسعت هم ساخته شده باشند هم نمی گنجد. بگذار این طرف مسئله را بیش از این شرح و تفسیر ندهم. اما این مسئله دامسازی برای من آشنا است. برای آن آشنا است که یک برادرم هم عیناً با این مشکلی که در این مطلب تصویر یافته است گرفتار شده است و با وجود 2.5 سال گذشتن از مهلت قرارداد میان وی و شرکت دامساز راه حل خود را پیدا نمی کند. مسئله اینجا است که شرکت های خانه سازی دامسازها آدمان بیچاره را با بازی گرفته حقوق های آنها را پایمال نموده ایستادند. بیایید اول این مطلب سر را برایتان پیشنهاد کنم و سپس فکر و ملاحظه های خود را در این مسئله ابراز نمایم. این مطلب تحت عنوان ساختمان گوشت اشتر خورده در 26 دکبر سال گذشته چاپ شده است و به شرحی زیر است. دکبر سال 2025، یک سال پس از وعده. اگه این چیزی که در گزیت سیسر نشر شده است. آغاز سال 2020 ما از بیناساز در شخص اجرا کننده وظیفه دیرکتور بایگینوف پرویز نظر ممدویچ که در اساس آیین‌نامه طبی صهیب فعالیت دارد طریق شرطنامه‌ای خانه خریداری کردیم. طبق قرارداد بنا باید تا سال 2024 با تمام شرایط ساخته میشد. از یک طرف با دوستی و آمرانه سیف‌الدین اونا دارنده شناسنامه فلان که از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه از 9 نوامبر سال 2022 داده شده است. استقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه نظامی گنجوی 366 در آینده طرف 2 نامیده می شود. از طرف دیگر در یک جایگی طرف ها نامیده می شوند. شرطنامه مذکور را در آن خصوص بستند که طرف 1 پس از به اتمام رساندن کارهای ساختمانی و با استفاده دادن بنا عهده‌دار می شود که با طرف 2 کوارتیره در بندی 12 نشان داده شده را با طرف 2 با تعمیر میانه با اجرای همه مرحله های کارهای ساختمانی و رنگ و بار درونی حجره ها با اجرای وصل درهای درآمد، درهای بین حجره ها، تیرزه های بیرونه، چسباندن فرش های حجره های استقامتی و دهلیز با لامینات چسباندن میانه دیوارهای بین حجره ها، اندوه دیوارها، چسباندن سفالک ها یعنی کفل ها، ظرف ها و دیوارهای حاجتخانه ها و حمام ها، وصل تشناب یعنی اونیتاز، گذراندن خط خبرهای آبی، نوشاکی، خبرهای گرم دهنده و ناقل های برقی سپارد. متاسفانه بنا تا حال ناتمام مانده است. طریق شرطنامه بنا باید سال 2024 پره ساخته به خریداران سپرده می شد. اما طور ما از بیرون بنا دیدیم نه در داشت و نه تریزه و نه صاحب درک. لجام بناسازان فریبگر را کشیدن یک سو ایستاد، خانه های مردم را کی می بردارد و کی جبران می کند. یک سال قبل ما با بنای مذکور رفته آن را در حالت ناتمام دریافتیم. وعده قطعی و بردروغ بناسازان تا حال در گوشم صدا می دهد که یک سال دیگر فرصت دهید و ما خانه های شما را می سپاریم. یک بام و دو هوا. تاریخ 20 دکبر سال 2025 ساعتی به وقت دوشنبه 11:44 وقتی ما با موضع بنای مذکور رفتیم، چون مقال یک بام و دو هوا گفتگی واری به غیر از آنها چند شرکت دیگر ساختن بناهای استقامتی را به عهده داشتند که پره انجام داده به صاحب منزلان سپرده بودند و آنها کیها باز در آنجا راحت زندگی می نمودند، در حالی که بناهای شرکت منسوب به ما هنوز در خمی پیره‌اند.
یعنی انجامیابی آنها را کسی عمیق گفته نمیتواند بجز از وعده های خشک و خالی. حتی زینه های بتونی هنوز پرره ساخته نشده از لیف درکی نیست. در نتیجه آدمان بیچاره آواره و سرسان شده گشتند، مخصوص از سمتی به نظرها نمایان تریزه های بنا، آن هم تا آشیانه پنجم نصب شدند و خلاص. اقلا نفر پیدا می شد که کاری به ثبوت رساندن پایمانک و لیفت ها را انجام می دادند. البته این هم آرزوی شیرین بیش بوده نمی تواند، چون که مبلغ را مسئولان بنا گرفتند و باید جواب گویند. کسی بغیر از آنها این عمل را اجرا نخواهد کرد. از آنها پرسیده شود که مبلغ مردم را گرفته کجا کرده اند؟ قاش مگن نامرد. کارمندان شعبه کافتکاوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه EDF جورابک، ساکن 35 ساله شهر دوشنبه که همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت‌های خلابی با ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در جستجوی رسمی قرار داشت دستگیر کردند. نام برده شماره زیادی شهروندان را با وعده‌های گوناگون فریب داده، مبلغ‌های آنها را گرفته و منفعت خود صرف نموده است. عین زمان ضرری به شهروندان رسانده او بیش از 1 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. گمان بر شونده در حبس پیشکی قرار داشته تفتیشات ادامه دارد. از آن شهروندانی که به دام فریب EDF افتاده اند خواهش کرده می شود که با رقم های 018 02 02 02 با میلیسیای پایتخت مراجعت نمایند. کارمندان ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ساکن 32 ساله پایتخت صادق حکمت لایویچ آدینایف را نیز برای صادر نمودن خلابی به مقداری مخصوصاً کلان دستگیر نمودند. در این باره دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داد. طبق تفتیشات آدینایف به حیث راهبر شرکت ساختمانی JDMM جمال بصیر بیش از 160 نفر شهروندان را فریب داده مبلغ کلانی را که برای با منزل تامین نمودن آنها بود از خود کرده است. گمانبر شده یک منزل را از 3 تا 7 مراتبه به خریداران گوناگون فروخته در حجم مخصوصاً کلان قلابی کرده است. تفتیشات پیشکی معین کرده است که ضرر عمومی به شهروندان رسانده شده حدود 50 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. سبحان الله. نسبت آدینایف چاره پیشگیری کننده در نمود حبس پیشکی تعیین کرده شد با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. پرونده جنایی باز شده است. تفتیشات دوام دارد. مقامات حفظ حقوق از شهروندان دعوت می کند که هنگام انجام دادن معاملات اموال غیر منقول احتیاطکار باشند و قانونی بودن فعالیت تشکیلات های ساختمانی را همه طرفه سنجیده برآیند. بله، با مقایسه از دوران شوروی به همه معلوم است که در دوره حاضره هنگام ساختمان خانه‌های بلند آشیانه استخامتی قریب که به قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نمی‌شود. در یک سو در بینای بزرگ آدمان زندگی دارند، در شفت آن باشد کران‌های باربرداری عظیم فعالیت می‌کنند، خرد و کلان باشند بے پروا از شفت بیناهای ساخته شونده روا می‌نمایند. اینش همه را یک طرف می‌گذاریم به حالت بیناهای گوشتی اشتر خورده و مسئولان بی مسئولیت شرکت‌های حتی کار توجه نماییم. می‌بینیم که خطر بیناهای نیمکاله به حیات آدمان به خصوص کودکان نابالغان هنوز دور از درک پررأی همه پیش آمد در حال تهدیدی جدی می باشد. هر لحظه امکان دارد که آهن خشت سنگ تخته از بالا و پایان سرازیر شود و کسی را مجروح کند و چون این حادثه ها نه یک بار و دو بار رخ داده اند که همه شاهد آنند. بنابراین این با استفاده از فرصت پیش آمده از همه پدر و مادران خواهش کرده می شود که نسبت به خطر حیات خود و فرزندانشان با احتیاط باشند. قانون در همه دور و زمان ساخت وجود و تأثیر دارد به شرطی که آن را دانسته و رعایت نماییم. احتیاط نیم حیات نام مقاله هست. پیش از همه در صورت ضرورت پیش آمدن از بین برداشتن خانه استخامتی شخصی از راهبریت شرکت خانه ساز طلب معین نمودن ارزش خانه و طریق اداره های دخلدار حکومت های محلی مشخص و در اداره نتاریالی طریق شرطنامه قانونی کنید و یک نسخه آن در دست صاحب ملک باشد. در شرطنامه باید تمام پهلوهای ترکیب و ساخت داخلی خانه ها نشان داده شده باشد.
یعنی همه اجرای نقطه های اشاره شده را بناساز باید به امضا و مهر به عهده گیرد. چنانچه بلاک، ایوان، بالکن از آشخانه یا حجره، جایگیرشوی، مسافه از شخت لیف و زین پایه ها، طرفی سایه افکن یا آفتابی بنا، تیرزه ها به صحن حولی یا به طرف راهرو، در مابین کنار یا کنج بنا، مساحت یا متر مربع، حمام در شفت ون یا علاهیده، با تعمیر یا بی تعمیر، با و یا به قسمت های بین دیوارها، نقشه کشاده که پس از گذشتن از کمیسیه دولتی پول اجرای این شرطنامه و شرطنامه را می دهد. در شرطنامه قید کردن ضرور است که دوره ساختمان شخص دوم شرکت ساختمان حقوق ندارد که به رازیگی خطی شخص یکم برای بیگانه کردن یا دادن حقوق دعوا یگان عمل انجام دهد. خب بله، واقعا هم باید که از این قضیه ها هر یک نفر یعنی آگاه باشه شهروند. شما حقوق دارد که از شرکت ساختمانی درباره شرط های اشتراکی سهمی در ساختمان بنای نو معلومات گیرید. پیش از بستن شرطنامه فرمایش درباره دادن حقوق ساختمان را درخواست کنید. متن چاپ شرطنامه را گیرید و با حقوق شناس در ساحه ساختمان منزل مشورت کنید. با نقطه های دقت دادن لازم است که تشکیلات بناکاری را وظیفه دار میکند. عهدهداری های خود را از روی شرط های شرطنامه پره اجرا نمایید و مهلت اجرای عهدهداری ها را مقرر برای گرفتن تصدیق به بالانس تشکیلات بناکاری برای ساختمان بنای نو داخل شدن پول ترتیب پرداخت را معین کردن نیز مهم است. توصیه می‌دهیم که پرداخت را با صورت حساب بانکی شرکت ساختمانی گذرانید، نه نقدی سپارید. ساختمان بنای نو با آخر رسید بناکار طبق کدام حجت‌ها حقوق مالکیت منزل را به اشتراکیان ساختمان مشترک می‌دهد. شرطنامه درباره گذاشتن حقوق مالکیت در اداره نتاریالی حدودی دولتی ترتیب داده به قید گرفته می شود که بعد از آن حقوق مالکیت به بنای استقامتی یا بنای استقامتی ساخته شده به وجود می آید. برای به رسمیت درآوردن شرطنامه راهبریت تشکیلات ساختمانی و نتاریال دولتی حجت‌های مذکور را می دهد. شناسنامه تکنیکی منزل، معلوماتنامه مقاماتی انداز درباره نبودن قرضداری، شهادتنامه به قرضگیری اموال غیر منقول. راهبریت تشکیلات ساختمانی وظیفه دار است که سند قبول و سپاریدن منزل را به اشتراکچی ساختمان سهمی ترتیب دهد. در حالت موافق نآمدن شرط‌های شرطنامه با سند، راهبر شرکت بناکاری وظیفه دار است از حساب خود کمبودی‌ها را برطرف نموده کوارتیر را به شرط‌های شرطنامه موافق گرداند. آمرانه سیاف سسسر. خب بیننده گرامی، آنچنانه که اکنون از مطلبی در سسسر آگاه شدید، نویسنده آن یکی از فریب خورده های یکی از دامسازها می باشد. خب آمرانه سیاف 2 سال اگرچه از ختم مهلت قراردادش می گذرد همانا نمیتواند وارد منزلش بشود. اکنون می آیم بر سر آنکه با برادر خودی من چی روی داد. من با برادرم یک مبلغ معین در سال 2022 قرض داده بودم و برادرم میخواست خانه‌اش را بعد گرفتن تعمیر کپیتالی کرده فروشد و کمی هم باشد درآمد بگیرد، چون که امکانی روسیه آمدن را از دست داده بود، چون دپورت شده بود. نگاهبینی مادر پیرم و عائله‌اش را با یک فرزند مریض بر عهده دارد. خلاص نمیتواند آن خانه را بگیرد و نمیتواند قرضی از من گرفته‌اش را برگرداند. اما آن دامساز پروای دنیا را ندارد، در حالی که صدها نفر امثال برادر من و آمرانه سیاف چون که در مقاله خواندیم هم عذاب روحی میکشند و هم گرفتگان دست چنین دامسازهای به انصاف و فارغ بال شدند. برای من دریافت پاسخ به این سوال که چرا بازار ساختمان اینقدر آشفته و پر از حیله و نیرنگ شده است دشوار نیست. این دامسازها پشتشان به چیزی و کس گرم است که با ساکنان چنین معامله غیر انسانی میکنند، آبروی پایتخت مملکت را میریزانند. ساکنان ناراضی، عصبی‌اند. بک صبور بناهای حتی 20 آشیانه را در محل زرنیسار و زرفشان به حد زیش و پهلو با پهلو ساخته است که جای برای تفریح کودک‌ها، برای شناندن بوته و درخت و بدتر از همه در آمدن ماشین آتش نشانی نماندند. خیلی از نام‌های دیگر هم عین این حالت را دارند. می‌بینی و میگویی که مگر معماری شهر کجا بود؟ مگر گن پلان شهر همین است؟ معلوم است که این دام‌ها را یک آدم‌های تازه از کوهستان و
دشتای قبچاق آماده ساختگی‌اند. خب سوال اساسی این است که چرا در مسئله دامسازی این همه آشفتگی و قاعده ویرانکنی وجود دارد که باید مسئول این همه حالت باشد؟ معلوم است که مسئولیت امور شهر بر عهده شهردار است، اما شهردار چرا نمی‌بیند؟ کور است مگر؟ بک صبور و شرکت کامل 2010 وی که به نام پسر شوهر زرینه دختر رحمانوف نامنویس شده است، برای یک بلند آشیانه 5 یا 7 آشیانه کتلمن تهداب یا ته کرسی، وقتی که ته کرسی ساخت بنا را تا با 20 آشیانه برداشته است. فکر میکنید که چرا؟ بعضی از شرکت های دیگر آنچنان در قراردادی با آمرانه به طور کتبی وعده سپاریدند تا لیفت و کانالیزاسیا را باید بسازند، اما در عمل این طور نیست. حتی در و تریزه را نساخته خانه را با مشتری میتیند. فکر میکنید که چرا؟ بعضی از دامسازهای دیگر یک کوارتیر را با 2، 3 و تا 4 نفر سند کرده پول آنها را گرفتند. فکر میکنید که چرا؟ و فکر میکنید که شهرداری این همه را نمیبیند و نمیداند؟ متاسفانه اینجا صحبت از غارت و از آن خودکنی میلیون ها پول خلق میرود. بیننده گرامی، که یقینا به شرکت و حضور شهرداری غیر امکان است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی آخرش گفت که فعالیت 1288 شرکت خانه‌ساز سنجیده شد و 7330 حالت قاعده ویرانکنی آشکار گردید و به مبلغ عمومی 547350 سومانی جریمه کرد. با گفته این کمیته 72 شرکت کارهای ساختمانی را بدون دریافت خلاصه اکسپرتی شروع کرده است. عجب! مگر نهادهای مسئول شهرداری کجا بودند که این همه را ندیده باشند؟ فکر میکنید که چرا این طور شد؟ همین کمیته گفته است که عین زمان ساختمان 1600 انشاءات ادامه دارد، گویا که انجام ساختمان غیر استانداردی و خلاف معیار این آبادی و آبادکاری باشد. طبق معلومات سرمعمار دوشنبه رئیس پایتخت یعنی رستم جان برای ساختمان بلند آشیانه ها 327 قرار به امضا رسانده است. بیننده هوشمند اصلاح، خوب دقت دهید. انا همین 327 قرار را در یاد بگیرید که کمی پایینتر درباره‌اش مفصل‌تر یعنی گپ میزنیم. به نوشته رسانه ها سمی عزیزیان سرمعمار شهر دوشنبه 29 ینور گفته است که در نزد ساختمان های پایتخت QR کد نصب کردند تا ساکنان از این طریق عاید به بنا و شرکت خانه‌ساز معلومات گیرند. شهروندان پیش از آن که به شرکت شرطنامه می‌بندند می‌بینند که شرکت اجازه‌نامه دارد یا ندارد. آن شرکت‌هایی که به کمبودی راه دادند برای خط سرخ وارد شدند. شهروند باید حقوق خودش را داند. وقتی شرکت اجازه ساختمان ندارد چرا رفته حصه گذاری می‌کند؟ گفته از سرمعمار دوشنبه. اکنون می‌آییم به همان 327 قرار اجازه ساختمان بلند آشیانه که رستم امامعلی به دامسازها داده است. تمام علت، سبب و درد سر مردم بیننده گرامی در این مسئله در زیر سر همین امضای رستم امامعلی است. فکر میکنید که چرا؟ برای آن در زیر سر همین امضاها هست که رستم هیچ یکی از این قرارها را بدون گرفتن مبلغ و آن هم نه کم از 400,000 500,000 دلار امضا نکردگی است. دامسازها توسط میانروها مثلا شارخ، مثلا زین الله، مثلا خورشید میرزا، مثلا اسماعیل دست بخیر، خلاص توسط نفرانی که بر رستم دستوب دارند مبلغ را لغت میکنند و دیگر تمام چی کار خواهند میکنند، چون که دالیه رئیس چی خیلی میخواست دادگیند. باور کنید در دوره محمد سید عبیدالله به این اندازه بازار دامسازی پایتخت آشفته و پر از خلابی نبود. مثلا همین بک صبور برای یک تریتوری معین بگذار بگیم همون زرنیسار دوشنبه برای بنیاد 5 بلند آشیانه قرار گرفت، اما در آنجا نه 5 بلکه 8-10 بلند آشیانه ساخت. فکر میکنید که چرا؟ چون که برای همون تریتوریا حدود یا زمین زیر این دام ها $500,000 به رستم دادگی و اکنون میخواهد پولش را با این وسیله یعنی در جای 1 دام 2 دام و در جای مثلا 9 آشیانه 20 آشیانه با فایده زیاد برگرداند. رستم هم میدونه، اما از بس که $500,000 پورا گرفتگی چشمکش میپوشه. یگان میده شبهه نداشته باشید بیننده گرامی که تمام دامسازهای پایتخت عین بک صبورند، میخواهند پولی با رستم داده اشان را با هر راهی باشد پس بگیرند و همه آنها برای قرار رستم مبلغ‌های هنگفت دادگیند. یعنی پرابلم دامسازی در پایتخت پرابلم مردم و دامسازها نیست، این پرابلم است که رستم امامعلی سزدوتش کردگی است، از امضای قرار که پاره میگیرد تا آخری کار و بعد انجام ساختمان باز 1-2 تا چند
دکی بفورش از دامسازها کوارتیره به پل میگیره. برای همین گفتم که همین امضای 327 قرار از طرف رستم برای ساخت بلند آشیانه ها در سال 2025 را در یاد بگیرید. حالا اکنون بیایید این طور حساب کنیم که رستم از سال 2017 با این طرف یعنی 8 سال زیاد شد که رئیس شهر است و در این مدت وای 2327 نیو با 300 قرار ساختمان یعنی 27 خانه‌اش هم مینوس کردیم. بلند آشیانه امضا کردگی. حالا امضا برای ساخت انشاءات دیگر مثلا مغازه، رستوران، مکتب، کودکستان و امثال این رو گذاریم کنار چون مبلغ دیگه ایبا و بگذار 500,000 دلار نیو برای هر یک قرار 350,000 دلار پورا گرفت. و اکنون بیایید این 8 سال را با 300 قرار ضرب زنیم و 300 قرار را با 350,000 دلار. رستم از حساب فروش امضا برای قرار یعنی اجازت ساختمان بلند آشیانه چقدر پول کار کردگی یعنی آبادی داخلی نخونک کردگی. فهمیدید؟ با حساب میانه 105 میلیون دلار اگر همی 300 خانه را ما 300 خانه را در یک سال ببینید که 105 میلیون دلار می شود. اما قرارهای 500,000 و 600,000 هم در این میان کم نیستند. خوب میدونید ما همین 300 خانه را 350,000 یعنی که حساب کردیم ببینید که چی شد. یعنی 300 خانه را 350,000 حساب کردیم 105 میلیون دلار. خب دقت کنید بیننده گرامی با درون این 300 خانه های 500,000 و 600,000 که پول گرفتگی اوناش حساب نمیکنیم و بعد این کار در مدت 8 سال شده است. هر سال رستم همه مبلغ ای دامسازا میگیره میلیارد شد بیننده گرامی. خب دقت کنید که میلیارد دلار رستم فقط از امضای رستم 1 میلیارد دلار در 8 سال کار کرده. ما دیگه او شوری موری دیگه شمون برو دیگه طرف وقتی به این گونه مبلغ های فانتاستیکی رستم دست مییابد صاحب میشود آیا فکر میکنید که در گوشه خیال رستم میگذراند که این ساکنان که برای دامسازها پول داده و 4 سال و 5 سال منتظر میمونند مثل امیرانه سیاف و یا برادر من چی وضع حال دارند با چه عذاب مشقت دچار شدند؟ اگر همین مسئله فروش قرار از طرف رستم نمی بود مسئله دامسازها دو حل می شد. این مسئله حل نمی شود چون که هم دامسازها و هم ساکنان پایتخت گروگان و اسیر نفسی بدی رستمی امام علی شدگی‌اند. خب دیگر اگر شک داشته باشید مرحمت بگید که من شک دارم ولی در این هیچ جای شک و چشم بندی هم نیست. قبل از تقدیم کردن پسگفتار اصلاح خواهش میکنیم در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید تا اینکه برادر و خواهر و مادر و هر نفر شهروند کشور که میخواهند خانه خرند و پول پردازند آنها را آگاه کنید. چرا؟ چون که لایک شما سبب آگاه کردن شهروندی ناآگاهی کشور است. آنچه امروز در دوشنبه با نام آبادی داخل ناخنک تبلیغ می شود در اصل با آبادکاری هیچ ارتباطی ندارد. این روند به باوری بسیاری از ساکنان و ناظران بیشتر به یک سخمه گسترده غارت و قلابی سیستماوی مانند است که در آن منفعت مردم پایمال شده سرنوشت هزاران خانواده قربانی بازار سیاه ساختمان گردیده است. سالهای اخیر دامسازی در پایتخت به ساحه تبدیل یافته است که در آن قانون، معیار و حتی وجدان گویا از اعتبار ساقط شدند. صدها بینای ناتمام، هزارها خانواده فریب خورده، کوارتیرهایی که به چند نفر فروخته شدند و آدمانی که پس از سالها انتظار هنوز صاحب منزل خود نشدند. این است نتیجه آنچه آبادی داخل ناخنک نام گرفته است. به اندیشه بسیاری از تحلیلگران و خود ضرر دیدگان این روند بدون پشتیبانی دایره های بلند پایه شهرداری غیر ممکن بود، زیرا وقتی برای هر قرار ساختمان بلند آشیانه و گفته منابع گوناگون از صدها هزار دلار تا نیم میلیون و حتی بیشتر مبلغ ستانده می شود، روشن است که دامسازها برای برگرداندن چنین خراجات به هر گونه قانون شکنی دست می زنند. این مبلغ ها که گفته می شود برای هر قرارگاه از 350,000 دلار آغاز شده در بعضی موردها با 500 و 600 هزار دلار می رسد، در نهایت از جیبی کی رویانده می شود.
البته از جیب همان مردم عادی که با آرزوی صاحب خانه شدن تمام پسنداز و خرجشان را به شرکت‌های ساختمانی می‌سپارند. بنابراین آنچه امروز در دوشنبه جریان دارد از نظر بسیاری از شهروندان آبادی داخل ناخنک نه، بلکه غارت آشکار و هم شریک منفعت‌ها میان بعضی منصبداران و دامسازان قلاب است. این یک زنجیره مرتب است: امضای قرار، گرفتن مبلغ، ساختمانی بی‌صفت، فریب مردم و باز هم گرفتن منفعت. هشدار به مردم: امروز هر کسی که میخواهد در دوشنبه خانه بخرد یا با ساختمانی سهم مبلغ گذارد باید 10 بار اندیشه کند. وضعیت به حد نااستوار و پر از فریب شده است که بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند حالا وقت خانه خرید در دوشنبه نیست. تا زمانی که شفافیت، جوابگری و نظارت واقعی بر این بازار برقرار نشود، هر سامانی یا دلاری که با چنین لایحه ها داده می شود می تواند به دام قلابان تبدیل یابد. فریب وعده های آبادی داخل ناخنک را نخورید. پیش از امضای هر شرطنامه، پیش از سپردن هر مبلغ باید دانید که در پس این بازار نه تنها دامسازان به انصاف بلکه یک سیستم پر منفعت غارت سمیکه قرار دارد. مردم باید بدانند خانه‌ای که بر پایه پاره، فریب و به قانونی ساخته می شود دیر یا زود با فاجعه تبدیل می یابد. بله بیننده عزیز و گرامی، این واقعیت حال است. امیدوارم که همه ملت و مردم از این افیاره و از این شوری موری های رستم آگاه می گردند و برای خریدن خانه 100 بار فکر می کنند تا اینکه مبادا فریب نخورند. بله بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. خدا طاعت و عبادت و روزه های ما و شما را به درگاهش پذیرد و از دعاهای خیر و نیک خودتان ما را فراموش نسازید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.